بیایید کار رو ادامه بدیم با اضافه کردن یک چنین افکتی به دکمه. یعنی میخوام زمانی که بر روی این دکمه کلیک شد هم در راستای محور X و هم در راستای محور Y این دکمه تغییر موقعیت داده بشه. ببینید. خب برای انجام این کار من باید بیام اول بگم بر روی هر باتنی، هر چیزی که داره از کلاس باتن استفاده میکنه، زمانی که کلیک شد بیا و ترانسفورم کن و ترنسلیت کن. ببینید این ترنسلیت چند تا حالت داره. مثلا اگر بگم ترنسلیت کن در موقعیت در محور X و مثلا بگم به اندازه 20 پیکسل سیوش کنم، اتفاقی نمیفته، چون که باید بیام و بگم این باتن از نوع بلاک یا اینلاین بلاک هست. دقت داشته باشید ترانسفورم بر روی المنت های کار میکنه که دیسپلیشون از نوع اینلاین بلاک یا بلاک هستن. حالا اینها رو من توی اون پکیج رایگان توضیح دادم کامل، پکیج رایگان CSS کامل توضیح دادم که اینلاین بلاک چی هست و بلاک چی هست و اینلاین چی هست. منتها این رو در نظر داشته باشید که اگر بخواید از ترانسفورم استفاده کنید باید دیسپلی برای اینلاین بلاک یا بلاک باشه. به هر حال من فایل رو سیو میکنم، میام اینجا، ببینید کلیک میکنم چه اتفاقی میفته. اینجا گفتم ترنسلیت X کن 20 واحد 20 پیکسل، در راستای محور X این جابجا میشه. حالا اگر بگم در راستای محور Y این کار رو انجام بده، خب میبینید که در راستای محور Y این کار رو انجام میده. حالا اگر بخوام بگم در راستای محور X 20 پیکسل و همزمان در راستای محور Y 20 پیکسل تغییر موقعیت داشته باش، میتونم از این ترنسلیت استفاده کنم بدون اینکه X و Y رو اینجا مشخص کنم. میبینید که به این صورت نمایش داده میشه. منتها زیاد هست، من میام مثلا 0.2 REM برای X و 0.2 REM برای Y مشخص میکنم و نهایتا این افکت رو به دست میارم. خب بریم سراغ قسمت های بعدی. بریم سراغ قسمت درباره من این منو رو هم آخر کار پیاده سازیش میکنیم.